روز 5 مای رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده و فرمانده قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان رجب‌علی رحمانعلی به منزل‌های شخصانی در نتیجه مناقشه‌های مسلحانه مرزی هلاک شده تشریف آورده از نام حکومت جمهوری تاجیکستان به نزدیکان و پیوندان شهیدان تعزیه بیان کردند و به هر عائله 70,000 سامانی در عموم به 10 عائله 700,000 سامانی کمک پولی رسانیدند. خدمات مطبوعات رئیس ولایت سوخت خبر داد که رئیس ولایت و فرمانده نیروهای مرزبانی ضمن بازدید از منزل‌های این 10 قربانی حوادث اخیر ساکنان جماعت دهه سرخ بختاور محمودوف، ساکن جماعت دهات چارکو صابر وهابوف، منوچهر قلندروف، حکیمبای نیازوف، نصرت الله نبیف، حسن خان شراپوف، دلیر ایشانوف، ابراهیم هاشمزاده، حکمت الله محکموف و ساکن جماعت دهات وارخ مهروزالدین بولتایف تاکید کردند که قهرمانی های فرزندان شجاع وطن هیچگاه فراموش نخواهد شد و جان اساری های فرزندان دور که برای حفظ خاک سرزمین خود را سپر ساختند در صحیفه های تاریخ ملت ابدا ثبت می گردد. پدر مرحوم حکیمبای نیازوف به نوبت خود گفته است که حفظ مرز وطن قرض شهروندی ماست و ما با تمام نیرو برای حمایت کشور آماده هستیم. رجب‌بای احمدزاده گفت است که فرزندان قربانیان مناقشه اخیر تحت توجه دولت قرار گرفته بعد ختم مکتب میانه برای شامل شدن آنها به مکتب‌های عالی نیز مساعدت خواهند کرد. او افزود برای پاس خاطر شهیدان لوحه یادبود نیز گذاشته می شود. رئیس ولایت سوخت روز 5 مای همچنین در دهه‌های خواجه اعلی و سامانیان از منزل‌های استقامتی که بر اثر مناقشه مرزی آخر ماه اپریل رخ داده خراب گردیده بودند بازدید کرده با صاحبان آنها صحبت کرده است. این دید و بازدیدها در پی گفتگوی تلفنی صبح 5 مای پرزیدنت امامعلی رحمان با رجب‌بای احمدزاده است. امامعلی رحمان در آن گفتگو امر داد که منتظم از احوال عائله‌های آسیب دیده با خبر شده در مدت 1 ماه تمام منزل‌های استقامتی خراب گردیده و آسیب رسیده را پوره بنیاد و برقرار سازند و با مواد ضروری روزگار تامین نمایند. پرزیدنت همچنین سپارش داد که به عائله‌هایی که بر اثر مناقشه‌های مرزی آخر ماه اپریل سال 2021 نزدیکان خود را از دست دادند کمک‌های مادی و مالیوی برسانند.